به نام خدا. توی سرزمینی که کوههای بلند و دشتهای پهناور از اون محافظت میکنه، میخوام داستان پهلوونی رو بگم که اسمش با شجاعت و دلاوری گره خورده. حالا اون پهلوون کسی نیست جز رستم. رستم پهلوون بی همتای ایرانی، فرزند زال و رودابه است. زال که پدر رستمه خودش یه پهلوان بزرگ و معروفه که به دست سیمرغ پرنده افسانه‌ای بزرگ شده و مادرش رودابه هم دختری زیبا و دلیر از کابل بوده. زال و رودابه عشقشون از جنس افسانه بود و حاصل عشقشون پهلوونی بود که اسمش توی تمام سرزمین‌های نزدیک و دور پیچیده بود. از همون بچگی نشانه‌های بزرگی و قدرت توی رستم مشخص بود. رستم یه اسب داشت که اسمش رخش بود و رخش خیلی به رستم وفادار بود و نماد وفاداری و همرازی با رستم بود. رخش توی تمام نبردها رستم رو همراهی می‌کرد. حالا بریم سراغ داستان یکی از دلاوری‌های رستم. داستان نبرد رستم با اژدهای سیاه. روزی کیکاووس پادشاه ایران با نگرانی به رستم فرمان میده که در دل یک کوهستان دور دهکده‌ای هست که زیر ترس و وحشت قرار داره. مردم اون دهکده میگفتن که اژدهایی سیاه که شعله‌های آتش از دهانش بیرون میزده هر شب به دهکده حمله میکنه و جان و مالشون رو تهدید میکنه. رستم با شنیدن این صحبت‌ها بدون لحظه‌ای صبر سوار بر رخش میشه و به سمت اون دهکده حرکت میکنه. هنگام شب که رستم به دهکده رسیده بود به مردم دلگرمی میداد و میگفت که اونها رو از این مخمصه نجات میده. اون توی یک نقطه استراتژیک کمین کرد و در سکوت با دستانی محکم بر دسته شمشیر آماده نبرد میشه. وقتی که اژدها در تاریکی شب از غار بیرون میاد و با غرش‌های ترسناکش همه جا را از وحشت پر کرده بود، رستم مثل برق بر اون هجوم میبره. اژدها نعره‌ای میکشه و آتش از دهانش خارج میشه، اما رستم با هوشیاری و قدرت تمام از حملاتش جا خالی میداد. در نهایت رستم با ضربه‌ای قاطع اژدها رو از پا در میاره. با پیروزی رستم اون شب ترسناک به شبی آرام تبدیل میشه. مردم دهکده از شادی فریاد میکشیدند و رستم رو تشویق میکردند. اون نه تنها که ناجی اونها بلکه نماد شجاعت و فداکاری بود. رستم پهلوان بزرگ نه تنها در قدرت بی همتا بود بلکه در عشق به مردم و سرزمینش هم معروف بود. برای همینه که مردم رستم رو خیلی دوستش دارن و به اون افتخار میکنن.